زندگی فقط زنده بودن نیست، تغییر مدام. چی؟ زندگی؟ چی؟ زندگی؟ آره زندگی. چی؟ زندگی؟ آره. همون دیگه، تغییر مدام. لحظه. خب یه لحظه میتونه یه دنیای زندگی باشه. ناب. خاص. ناب دیگه. او ناب. آن لحظه های ناب. اون لحظه قشنگه که همه چیز زیر و رو میکنه. باید ببینیش. باید دست دراز کنی بچینیش، بوش کنی، مثل یه گل. بچشیش، مثل عسل. قطره قطره غلیظ و لذیذ بچکه روی زبونه. لحظه ناب لحظه‌ایه که با یه آدم دیگه یگانه میشی، خاص میشید برای هم. لحظه های ناب مهارت‌های ساده و کوچیکیه که به ما یاد میده چطور دوست داشته باشیم. چطور دوست داشته باشی؟ دوستی هامونو عمیق کنی. دوستی همون عمیق کنیم. اعتماد کنیم به هم. اول بشه برام. اول بشین براش. همین دیگه. ببینید ما رو. ببینید ما رو. خودتونیم. خودتونی. آشناییم. هر کس میتونه یه قسمت از خودش رو تو ما پیدا کنه. ببینید ما رو. ببینید ما رو. ببینید ما رو. ما لحظه های ناب زندگی شما هستیم. ما لحظه های ناب زندگی شما هستیم. همین دیگه. ببینید ما رو. با سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیزی که در این لحظه همراه ما هستین. از استودیوی تورنتو خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال هر بعد از ظهر ساعتی رو شانس این رو داریم که مهمان منازل شما عزیزان باشیم. دوستان عزیزی که در تورنتو برنامه رو دنبال میکنن به طور 24 ساعته از طریق رادیو صدای ایران برنامه‌های متفاوتی رو در طول روز دارن که برنامه لحظه های ناب یکی از اون برنامه‌هایی که حقیقتاً لحظه های نابه برنامه رو دنبال میکنن. از طریق تلویزیون هست که این برنامه توسط خانم دکتر نسترن ادیبراد تهیه و تنظیم میشه و دوستان عزیز بیننده‌ای که این برنامه رو با ما از بخش‌های نمایشی شروع کردن به دیدن تا این چند ماه اخیر که دیگه خود خانم دکتر مستقیما روی خط میان و با شما گفتگو دارن، با توجه به سوالات شما و مسائلی رو که مطرح میکنین در وبسایتشون و از ایشون میخواین که در برنامه صحبت کنن، این برنامه ها تقریبا فرمتش از طریق درخواست های شما ریخته میشه. اما در طول برنامه روزهای دوشنبه مثل امروز که برنامه قبل از برنامه چند نگاه نیم ساعتی قبل از اون آغاز میشه به وقت شرق آمریکا یا محلی تورنتو، ساعت 6:30 بعد از ظهر هست برنامه زندهشون که جمعه ها بازپخش این برنامه رو در ساعت‌های معمول برنامه ما هفته بعد از ظهر دنبال میکنین. اما در روزهای دوشنبه اگر در این لحظه همراه ما هستین، احیانا سوال خاصی داشته باشین، میتونین مستقیما روی خط بیاین و سوالتون رو هم مطرح کنین. با توجه به نیازهای جامعه مهاجر و همچنین درخواست‌های شما عزیزان پدر، مادر و یا جوانانی که به ایشون مراجعه میکنین، یکی از کسانی هستن که در تورنتو، البته ما تعداد افرادی که در تورنتو به صورت در واقع لایسنس دار و حقیقتا در رشته خودشون تخصص کافی و تجربه کافی داشته باشن تعداد زیادی نیست، اما خب تعداد خیلی زیاد از افرادی که به هر حال رشته روانشناسی خوندن یا کار روانشناسی انجام دادن از ایران به اینجا مهاجرت کردن طبیعی است که زیاده. اما مهاجرت ایرانیان تقریبا میشه گفت که یک تجربه جدید و خاصی است در رابطه با برای روانشناسان، یعنی اون کاری که در ایران داشتن و طبیعتا یک سری نقاط مشترکی که در هر کجای دنیا میتونه پاسخ سوالای یکی باشه، اما بخش مهاجرت و نیازهای جامعه مهاجر ایرانی در تورنتو یا در خود آمریکا حتی میتونه متفاوت باشه. به همین دلیل سعی کردیم از افرادی مثل ایشون که تجربه کافی دارن و به هر حال در شهر تورنتو شناخته شده هستن این موقعیت رو ایجاد کنیم که بتونن به طور مستقیم با شما صحبت کنن و پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان باشن. اجازه بدین خدمتشون عرض ادب داشته باشیم و بپردازیم به بحث امروز. خانم دکتر ادیبراد، عرض سلام و احترام دارم براتون، خیلی خوش آمدید. من هم سلام عرض می‌کنم. عصر همه دوستان بخیر. خیلی خوشحال هستم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم و آماده‌ام که به هر حال اگر سوالی هم دارین پاسخگوی اون باشم. خب خانم دکتر ادیبراد، شما چند هفته‌ای رو راجع به انتخاب همسر و یا اینکه شرایط اینکه چجوری دوستان بتونن، چون ازدواج به هر حال همونقدر که مقدسه همونقدر هم دردسر آفرینه، یعنی اگر درست این زوج انتخاب نکنن همدیگه رو خیلی راحت نمیشه ازش گذشت، یعنی میتونه صدمه‌هاش خیلی زیاد باشه.
فرض کنین یه رستوران اشتباه میرین، خب یه غذاست دیگه میخورین، حالا فوقش هم دل درد میشین، هیچی هم نمیشه و دیگه هم نمیرین. ولی انتخاب همسر اینقدرم راحت نیست. بحثایی رو که شما داشتین تلفن‌های خیلی زیادی رو پی در پی ایجاد کرد که دوستان اولا به هر حال کمتر این بحث باز میشه، چون بحث خیلی خصوصیه دیگه، انتخاب همسر. خب چجوری باید خواستگاری بریم، با هم بیرون بریم، چیکار باید بکنیم که بتونیم مطمئن بشیم دیگه این شخص مورد نظر ماست. دیگه مثل اون موقع هم هندونه یه دربسته نیست، اصلا دربسته خیلی هم دروازه تعارف نداره دیگه، بگیم حالا همین شد و یه هندونه است، حالا ما نمیدونیم چی توش در بیاد. خوب هم میدونیم قدیم تا شب عروسی عروس و داماد همدیگه رو نمیدیدن. تصورشو بکنید. یکی از دوستان ما تعریف می‌کرد، یکی از بستگان ما تعریف می‌کرد، میگفتش که من وقتی رفتم خواستگاری خواهر عروس رو دیده بودم و پسندیده بودم، تا رفتم خواستگاری دیدم یکی دیگر رو به من نشون دادن. یعنی بعد از عقد نگاه کردم دیدم این یکی دیگه است و دیگه حرفم نمیتونستم بزنم. بعدها فهمیدم که یعنی عمرم با هم زندگی کردن، یه عمرم دیگه اصلا راهی وجود نداشت. اونا میگفتن هندونه دربسته، ولی الان که امکانش هست افراد میتونن همدیگه رو ببینن، با هم صحبت بکنن، با هم بیرون برن، حتی با هم دیگه مسافرت میرن، خانواده ها مدت ها با هم آشنا میشن و همدیگه رو میشناسن، کاملا میشه شناخت پیدا کرد و اصلا هندونه دربسته نیست. و همونطور که شما گفتین بحث خانواده مورد، یعنی چند مورد رو من در برنامه‌هاتون دنبال می‌کردم که نقاط، یعنی نکته‌های خیلی حساسی رو اشاره کردین، کمتر بهش توجه میشه. این بحث خانوادگی که کوتاه ازش الان گذشتین، خیلی ها میگن خب ما با خانواده‌اش که نمی‌خوایم زندگی کنیم، خودش بچه خوبیه، خانم خوبیه، آقای خوبیه. نظر شما چیه؟ توصیه‌تون چیه که واقعا آیا این خانواده چیزی که بشه ازش گذشت، یعنی حل توی مسائل زناشویی؟ ببینین بچه وقتی چشمشو باز میکنه به دنیا میاد، دنیا رو از طریق ارتباط با مادرش میشناسه. اگر بتونه مادر جایگاه امنی باشه و به بچه و به کودک و به نوزاد مفهوم امنیت و آرامش و تعلق داشتن رو یاد بده و این حس رو در اون ایجاد بکنه، این فرد نسبت به دنیا اعتماد خواهد کرد، نسبت به دیگران اعتماد خواهد کرد و دید مثبتی نسبت به زندگی و دنیا خواهد داشت. همینطور تمام مراحل رشد یک کودک بستگی داره به رابطه اون طفل با خانواده، با مادر در درجه اول، بعد با پدر و بعد با بقیه اعضای خانواده. غیر از این فرهنگ اون خانواده، نوع روابط پدر و مادر، اصلا مفهوم زن بودن در مقابل مرد، ایفای نقش یک زن در مقابل یک مرد برای یک دختر که هویت جنسی دختر رو مشخص میکنه، ایفای نقش مرد در مقابل زن که نقش جنسی و هویت جنسی پسر رو مشخص میکنه، اون رول ها یا اون در واقع نقش های اجتماعی و فرهنگی که بچه ها به تدریج یاد میگیرن، این رو خانواده هستش که به فرد آموزش میده و به عنوان یک الگوی پایدار و تقریبا نمیخوام بگم غیر قابل تغییر، ولی الگویی که به سختی قابل تغییر هست، ماندگار هست در شخصیت فرد. و وقتی ما یک فردی رو به عنوان همسر انتخاب میکنیم، باید قبول بکنیم که شخصیت خانواده اون فرد همراه اون فرد هست و وارد زندگی ما میشه و ما به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که من با تو زندگی میکنم، من کاری به خانواده تو ندارم. اینا همه در صورتیه که در واقع ما بعد از ازدواج نمیتونیم رابطه خودمون رو با خانواده همسرمون قطع بکنیم. پدر همسر ما میشه پدر بزرگ بچه ما، مادر همسر ما مادر بزرگ بچه ماست، ضمن که ما دائم رفت آمد داریم و این پسر متعلق به اون خانواده است، این دختر متعلق به اون خانواده است و این رفت آمدها و این ارتباطات میتونه تأثیر خیلی زیادی در روابط زن و شوهر داشته باشه. و تحقیقات نشون داده که وقتی که پدر و مادری ساپورت میکنن و موافق هستن با یک ازدواج، اون ازدواج پایدارتره. و وقتی که ما تحقیق میکنیم و خانواده رو میشناسیم و خانواده قبول دارن این فرد رو به عنوان عروس یا به عنوان داماد، ما می‌بینیم این زندگی دوام بیشتری داره. بنابراین خواهش میکنم این فرضیه رو که من خیلی از جوانها به خصوص میشنوم که ما کاری به خانواده همدیگه نداریم، ما میریم با همدیگه ازدواج میکنیم، ما مثل یک جزیره دور افتاده میریم و زندگی میکنیم، کاری هم به کسی نداریم، خواهش میکنم این مسئله رو حتما بهش توجه کنین. من موردی رو داشتم که پسر و دختر بدون رضایت خانواده حتی رفتن با اجازه دادگاه، موقع در ایران بودن، با اجازه دادگاه ازدواج کرده بودن و بعد از 10 سال
فقط به علت اینکه خانواده ها هرگز نتونسته بودن توی این 10 سال با همدیگه کنار بیان و همدیگه رو بپذیرن، عروس رو بپذیرن به عنوان عروس خودشون، اینها نتونستن به توافق برسن و در نتیجه اون دختر خانم به این نتیجه رسید که خودش رو بکشه کنار تا این پسر بتونه به خانواده‌اش برسه. چون بعد از مدت ها این پسر به این نتیجه رسیده بود که من بین تو و خانواده‌ام یکی رو باید انتخاب کنم و من زن میتونم بگیرم ولی خانواده و پدر و مادر دیگه نیست، فقط یک پدر دارم، یک مادر دارم و اگر بنا باشه که بخوام بین پدر و مادر و بین همسرم یکی رو انتخاب کنم، معلومه که پدر و مادرم رو انتخاب میکنم. بنابراین خیلی مهمه که ما به این مسئله بپردازیم و حتما جزو یکی از عوامل مؤثر در انتخاب صحیحمون بررسی خانواده و رضایت خانواده رو قرار بدیم. بله، ممنون از توضیحتون خانم دکتر ادیبراد. ضمن اینکه الان متاسفانه میان خانواده های حتی شاید بگیم مهاجر بیشتر، چون حداقل ما اینجا رو میبینیم دیگه، دیده میشه که خیلی از خانواده ها با هم قهرن، رابطه‌ای ندارن با هم، یعنی عملاً قطع رابطه کردن. ولی این در واقع نظر شما اینجا برای ما مهمه که این در واقع یه الگو نشه برای جوان‌ها که فکر کنن خب بفرمایید اونا همشون با هم قهرن، هیچ چیزی هم پیش نیامده. ظاهر قضیه ممکنه هیچی پیش نیاد چون اونا ازدواج کردن و مجبورن ادامه زندگی بدن با هم، ولی عملاً انتخاب درستی نیست، یعنی سالم نیست این روش و دم جای خودشو میرسونه. باور کنید خانم احمدی، اگر من به شما بگم بالاترین آمار کسایی که برای مشاوره مراجعه میکنن افرادی هستن که غمگینن و بزرگترین منبع غمگینی اونها تنهایی است. درسته. تنهایی و غربت، حالا اینجا به خصوص وقتی که هستن درسته. از حمایت جامعه و خانواده به اون گستردگی که در ایران هست برخوردار نیستن. اگر این چند تا فامیل کوچیکی هم که دور و بر خودشون دارن اینها رو هم بخوان از دور و بر خودشون پراکنده بکنن، این احساس تنهایی، رها شدگی و غمگینی بیشتر خودشون نشون میده. ضمن اینکه واقعا در بعضی از شرایط به خصوص بحران مهاجرت ما نیاز داریم به حمایت و ساپورت افراد نزدیک به خودمون، کسایی که بهشون اعتماد داریم، کسایی رو که مطمئن هستیم ما رو دوست دارن، مطمئنا پدر و مادرها بچه‌هاشون رو دوست دارن. حالا گاهی وقتا ممکنه در انتخاب‌ها اشتباه بکنن، ممکنه نظرات اشتباه هم داشته باشن، قطعا اینطور هست. منتها با یک مراجعه، به نظر من مراجعه به یک متخصص و مشورت در این زمینه که چجوری خانواده‌هاتون رو راضی کنین میتونه بهتون کمک بکنه. بحث من اینه که نه اینکه شما حتما برین دختری رو انتخاب کنین که پدر و مادر شما انتخاب کردن یا با پسری ازدواج کنین که پدر و مادرتون براتون انتخاب کردن. مسئله این نیست. ولی اگر پدر و مادر شما و خانواده شما موافق نیستن، به هر ترتیبی شده سعی کنین اونها رو راضی بکنین. یعنی اونها با رضایت بیان برای ازدواج. کسایی هستن، من الان مراجعینی دارم که مثلا فرض بگیریم این خانم کانادا بوده، آقا رفته ایران ازدواج کرده، حتی مادر داماد وکالت داده گفته ازدواج کن من مشکلی ندارم، ولی چون خودش توی مراسم عروسی نبوده و چون خودش در مراحل انتخاب و مراحل نمیدونم اون مراسمی رو که باید بگذرونند و به هر حال اون تجربه مادر شوهر شدن رو انگار مزمزه نکرده و تجربه نکرده، الان این عروس خانم به من میگه که اصلا این مادر شوهر من رو جزء عضوی از خانواده به حساب نمیاره و وقتی هم بحث پیش میاد میگه من که تو رو انتخاب نکردم، تو خودت اومدی تو فامیل ما. ببینین این حس قشنگی نیست و میتونه همیشه آزاردهنده باشه. بنابراین همراه کردن خانواده خیلی میتونه کمک بکنه و بسیاری از مسائل رو برای شما آسان‌تر بکنه. بله، همچون که خانم دکتر فرمودن شما ظاهرا ممکنه ببینید خب این رابطه هم نیست و قهرن و هیچه، ولی درون شخص حتما همینی که میگین غمگینی اثر خودشو میذاره، تنهایی میذاره و احساس فقدان نشون و جدایی میده. و شما فکر کنین مثل یک نی که از نیستان جداش کردن. سلامت نیست این خانواده و یه جایی خودشو نشون میده. حالا راجع به اینکه چقدر نسل عوض شده، چه اتفاقایی داره میفته و چقدر ممکن حتی بیشتر از این هم عوض بشه، ولی حداقل الان پایه‌گذاری جوان‌ها یه کمی عمیق‌تر از سابق شده. یعنی دیگه به قول شما اونجوری که اگه یکی دیگه بپسندی یکی، اینی که خیلی جالب بود که یکی دیگه رو به جاش خواهرش رو به جاش بشه. بله بود. من خیلی باحال بود. خواهر قد بلند و خوشگل بوده، این یکم مثلا فرض بگیرین متفاوت بوده به هر حال. رفتم اونجا دیدم یکی دیگه رو من دادم و دیگه سیگار خونده بودن. یعنی طوری که از سر عروس برداشته بود دیده بود که این خلاصه با اونی که فکر می‌کرده متفاوت. البته اون دختر قد بلنده رو مادر داماد دیده بود، بعد گفته بودن این دختر بزرگمون زودتر باید ازدواج کنه. چه فرقی می‌کنه؟ آره این خواهرمونه دیگه. از یه خانواده‌ن دیگه. این میشه یه دونه دربسته. دقیقاً. ولی همین روزاش هم متاسفانه دیده میشه ازدواجایی که از طریق راه دوره یا مثلا یکی در کاناداست یکی در ایرانه، دقیقاً همین هندونه دربسته است دیگه، چون ظاهر قضیه